بهتر درک بکنن که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه با قرآن کریم هست. این دوتا از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. برنامه امروز ما قصد داریم در مورد توجه و اهمیت گذشتگان، علمای بزرگ اسلام، از صحابه و از تابعین و از تبع تابعین، چه اهمیت و چه توجهی به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن. میخوایم این رو امروز بازتاب بدیم، در خدمت شما باشیم و این مطالب رو روشن بکنیم. در خدمت جناب دکتر هستیم، مهمان برنامه. خدمت شما جناب دکتر خوش آمد میگیم، عرض سلام و ادب داریم. شما هم سلامی با بینندگان عزیز داشته باشید و برنامه رو ان شاء الله شروع میکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. حقیقتا مطلبی که ما همچنان که فرمودی داریم در مورد دفاع از سنت، موضوع یعنی برنامه اصلی سلسله برنامه در مورد دفاع از سنت است و بحث امروز همون مطلبی که فرمودی، اهمیت سنت نزد صحابه یا نزد و کلی نزد اهل علم و نزد سلف امت که ما امروز فکر نکنم زیاد بتونیم به همه اینها برسیم، ولی احتمالاً مواردی در مورد اهمیت دادن صحابه به سنت بیان خواهیم کرد ان شاء الله. خب دوست داریم بشنویم که وقتی صحابه مطلبی رو میشنیدن، چون متاسفانه خیلی ها مثلا حدیث رو میشن میگه حدیثه و اون که قرآن نیست. آیا صحابه هم اینجوری بودن؟ نعوذ بالله. آیا اهمیت حدیث نزد اونها چقدر بود؟ تا چه اندازه این در قلوب اونها ریشه دوانده بود این اهمیت؟ بله، نکته خیلی مهم است، ولی دوست دارم این مطلب را هر روز در هر جلسه تکرار کنم. بله. این قولی که اون در هفته گذشته من بیان نمودم که امام شافعی در الرساله بله. این مطلب رو بیان می‌فرماید. مناظره داشتن با فردی در مورد این بیان کردیم و گفتن که آیا شما در قرآن در مورد قرآن برای ما بگید؟ گفت بله، ما قرآن را با هیچ چیز دیگری یعنی هیچ چیز دیگه جایگزین قرآن نمیشه. درست. اما ما از کسی سوال میپرسیم که قرآن بهتر از ما میفهمد. درست. بهتر از امام شافعی که اگر تمام کره زمین امروز یعنی علمای امت جمع کنید، هیچ کدوم به اندازه امام شافعی، یعنی کل علمای این امت امروز به اندازه امام شافعی علم ندارند، یعنی علمای شرع میگویند. یعنی اگر ما فرض کنیم 100 تا عالم داشته باشیم دیگه بیشتر نیست. در میان این 1 میلیارد و نمیدونم 600 میلیون اونایی که انگشت یعنی به طرف آنان به انگشت به آنان اشاره شود شاید 100 تا عالم بیشتر نباشد، یعنی از اون سلامده. حالا این 100 تا عالم به اندازه هیچ کدوم از اون علمای قدیم علم ندارند. چه برسه به امام. حالا امام شافعی میفرماید چی؟ این مطلبی که من بیان کردم از در الرساله امام شافعی اکنون یعنی در اصل سخن از امام ایوب سختیانی است. ایوب سختیانی میفرماید مردی به مطرف بن عبدالله بن الشخير گفت لا تحدثونا الا بما في القرآن، فرمود با ما حرف نزنید جز با آنچه که در قرآن وجود دارد. فقال له مطرف فرمود إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا، فرمود به خدا سوگند ما جایگزینی برای قرآن نداریم، یعنی چیز بهتر از قرآن ما نداریم. درسته. ولكن نريد من هو اعلم بالقرآن منا، بلکه ما کسی را میخواهیم که از قرآن نسبت به ما آگاه تر است که همون رسول خداست صلی الله علیه و سلم. به همین خاطر ما هم یعنی این دیگه نکته خیلی مهم است. همین بود که دوباره امام اوزاعی سخن دیگری از ایوب سختیانی باز نقل میکند در همین رابطه. میفرماید اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا، اگر با کسی
در مورد سنت با کسی حرف زدی، گفتی رسول الله در سنت اینو فرموده، بعدا گفت مرا رها کن از این حرفا و حدثنا من القرآن، از قرآن برای ما بگو، ول کن حدیث. فاعلم انه ضال مضل. اگر کسی اینجوری بود مطمئن باش اون شخص خودش گمراه است و دیگران را گمراه میکند. این قول علمای بزرگ است در مورد سنت و اهمیت آن. حالا ما بیاییم به خود، چون این مطالب ما قبلا بیان کردیم، اما فقط جهت یادآوری هر بار دوست دارم قسمتی از این مطالب را دوباره تکرار. بله واقعا خیلی مهم و ضروری است این مطالب. خیلی یعنی دوست دارم هر هفته ان شاء الله اگر فراموش کردم دوباره مرا متذکر و یادآور کن که هر هفته یکی از این نکات قشنگ این علما را بیان کنم ان شاء الله. و اکنون در مورد، چون بحث گذشته ما در هفته گذشته ما در مورد مسافرت سلف برای حدیث بیان کردیم. این هم اهمیت سنت بود نزد سلف، که چگونه برای یک حدیث یک ماه طولانی مسافرت می کنند برای یافته متأکد شود حدیثی که خودش شنیده، ولی میگه ببینم اون حدیثی که من شنیدم دقیقا مثل همونه که اونم شنیده، هیچ کم و زیادی در آن وجود ندارد. یعنی این حدیث که فقط رفته به شام بعد یک ماه کامل رفته، حدیثی بوده که خودش قبلا شنیده. درست. سبحان الله. این خیلی نکته مهم است. پس این هم نشانه بیان اهمیت دادن این امت هست به حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم. و امروز هم این اهمیت را که اکنون بیان میکنیم باز هم بیانگر اهمیت و توجه صحابه است به حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم. دیگه اون افرادی که میگوین آقا ما کاری به حدیث نداریم و قرآن برای ما بگو، اونا اشتباه میکنن. مثلا نگاه کن اینجا ما یک حدیثی که امام بخاری و امام مسلم و سایر اهل علم این حدیث را روایت کردند. میفرماید عبدالله بن عمر رضای خدا بر خودش و پدرش باد، میفرماید رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک انگشتری از طلا برای خودش درست کرد. یک انگشتر طلا. البته اون میگه خاتم در اصل همین چیزی که امروز به آن گفته می شود مهر، یعنی به عنوان مهر از آن استفاده می شد. اکنون احساس میکنم اونایی که الان تو ایران هستند و بسیاری از مردم مهر خودشون اینجوری مثل روی انگشتر حک شده و میزان روی استام میگذارند و میزنن الان روی کاغذ. احساس میکنم چنین چیزی الان هم هنوز برای اون افراد وجود دارد و قابل استفاده هست. در نتیجه رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای خودش یک مهری البته در دست راستش قرار داده بود. مهری گذاشته بود تو انگشت دست راستش که در حدیث مشخص می شود. وقتی که رسول الله اینو قرار داد و قسمت نگینش به سمت داخل بس کف دستش بود و جعل فصه مما یلی کفه و نقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتیم من ذهب. میگه به محض این که رسول الله صلی الله علیه وسلم این انگشتر طلا را برای خود قرار داد، بلا فاصله تمام مسلمانان برای خودشون هر کدوم انگشتر طلایی درست کردند و برای خودش قرار دادند در انگشت خود. البته رسول خدا صلی الله علیه وسلم روی این انگشتر که گفتیم محمد رسول الله روی آن حک کرده بود، حک شده بود و این دیگه مهرش بود. وقتی که نامه میفرستاد به هر سمتی از برای پادشاهی برای جهتی مهر میزد روی آن، مهر میکرد و میرفت. همین محمد زیر قرار گرفته بود، بالاتر از محمد رسول، بالاتر از رسول الله، یعنی الله بالای همه قرار گرفته بود، محمد رسول الله. اما خوندن از پایین خونده میشد به بالا، ولی الله از بالای همه قرار گرفته بود، بعدا رسول، بعدا محمد. این هم یک نکته جالبی است. این نشون میده که انسان باید در مقابل الله متعال خیلی ادب داشته باشه. بله این دیگه در خیلی از مساجد این طرف محراب نوشته محمد، اون طرف دیگه نوشته الله.
همه در ردیفی هم در هم ردیف یک ردیف هستن. بله این کار نباید باشه. بله باید الله بالاتر باشه. آفرین، بسیار نکته زیبایی است. باید الله بالاتر از همه باشد. فقط من یادم هست یک بار یک نکته لطیفه قشنگیه که میشه بیان کنیم. یا آقای یک تابلوی زده بود تو خونه، یک طرفش عکس شیخ عثمان سراج الدین بود، یک طرفش الله و محمد. درست. دیگه آقای سوالی که گفت چرا اینجوریه؟ الله و محمد دوتایشون یک طرف، شیخ عثمان به تنها خودش یک طرف دیگر. دیگه اونجا یک استادی اونجا بود گفت معاذ الله نظر این آقا احتمالا این باشد که این بزرگتر از اون، تنها خودش برابر اونا میکنه. معاذ الله معاذ الله. این که اشتباه بزرگی است که انسان وقتی که الله و رسول، اصلا اون شخص نیتش این نبوده، اصلا نیتش این نبوده و به فکرش نیومده که این به خاطر این کارو انجام بدهد. اما به هر صورت اونو دوست داشته و اینا شکی نیست. الله را دوست دارد، رسول الله را دوست دارد و دوست داشته همه را یک جا جمع کند، ولی روش غلطی بوده. اولا عکس تو خونه نصب کردن عکس خودش کار نامشروعی است. و اینکه قرار دادن الله و رسول به این صورت باز کار اشتباهی بوده که به این گونه قرار دادن خلاف ادب است. هرچند اون مردم نیت بدی ندارن و قصد اینو ندارن، وگرنه انسان اگر چنین قصدی داشته باشه دیگه کافر میشه، شکی در آن نیست. بله این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این انگشتر را برای خودش قرار داد، مسلمانان همه انگشتر برای خودشون انگشتر رو درست کردن از طلا. درست. بعداً هنگامی که رسول الله آنان را دید که دارن انگشتر رو همشون برای خودشون یک انگشتر درست کردن از طلا، رمى به و قال لا البسه ابدا. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را انداخت، دور انداخت، گفت دیگه نمی پوشم. سپس بالای منبر رفت، فحمد الله، حمد خدا را حمد گفت و خدا را ثنا گفت. بعداً گفت اینی کنت اتخذت خاتما من ذهب، من قبلا یک انگشتری از طلا برای خود درست کرده بودم، البته مهر، کلمه خاتم به معنی مهر است. درسته. مهر درست کرده بودم، ولی الانم یعنی دیگه به انگشتر گفته می شود خاتم، چون به عنوان مهر از آن استفاده می شده. میگه اونم را انداخت و قال لن البسه ابدا، من دیگه نمی پوشم انگشتر طلا. و نهى عن التختم بالذهب، دیگه مردم را نهی کرد از پوشیدن انگشتر طلا. حالا این نکته، این که مرد نباید طلا را بپوشد، این در قرآن وجود ندارد. درست. این در سنت اومده. بله. حالا مثلا ممکنه شاید کسی بگوید خدا در قرآن فرموده او من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین. مثلا میگه خود در قرآن گفته آیا اون کسی که در میان زیور آلات تربیت می شود و در بیان مطالب و مجادله و مناظره قدرت و توانایی کمتری دارد، اینو میگید پروردگار دختر دارد. دخترم این گونه هست که مثلا در میان زیور آلات تربیت شده و توان یعنی مثل مرد قدرت مناظره و مباحثه ندارد. میگه آیا شما میگید این ضعیفه مال خدا، ولی ما برای خودمون قبول نداریم که دختر داشته باشیم، دوست داریم پسر داشته باشیم. فقط اگر دختر داشتن زنده به گورش میکردن یا برایشون خیلی سنگین تمام میشد. حالا پروردگار اینجا کسانی شاید بگوین حالا خدا فرموده دختر در میان زیور رشد میکند، یعنی از زیور مال اوناست، ولی در اینجا معین نکرده این زیور از طلا باشد، از نقره باشد، از الماس باشد، از چی باشد. پس در سنت باید تبیین شود که طلا مثلا حرام است برای مرد، در سنت بیان شده. و اینکه طلا برای زن حلال است در سنت بیان شده. در قرآن وجود نداره. خیلی خوب، حالا مطلب این نبود، یعنی مطلب بحث دیگر همین است که داره بیان بعدا میاد. بعدا رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى عن التختم بالذهب، فرمود دیگه اجازه نیست کسی از طلا به عنوان انگشتر
استفاده کند یا به عنوان مهری که تو انگشتش میگذارد مانند انگشتر استفاده می شود. این بود که تمام مردم فنبذ الناس خواتیمهم، درست، همه مردم انگشترهای خود را انداختند دور. این انگشترهای طلا، این است اهمیت و توجه شدید صحابه به سنت. این است. بله. این بود که رسول خدا بله بعدا فرمود ثم اتخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتما من فضة. سپس رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک انگشتری از نقره برای خودش قرار داد. حالا این حدیث کامل روشن می کند که این از طریق وحی به او وحی شده که طلا حرام است. درست. در ابتدا خودش کارو انجام داده چون هیچ حکمی در مورد آن وجود نداشته. درست. اصل همچنان که اهل علم میگویند اصل در اشیاء اباحه است، مباح است. همه چیز مباح است مگر اینکه دلیلی بیاد بگوید این یکی حرام است. درست. اصل بر این است طلا حلال است، نقره حلال است، همه چیز، درست. خوردنی ها، نوشیدنی ها، همه چیز حلال هستند مگر اینکه دلیل بگوید آقا این یکی حرام است. درست. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدا میخواد، چون بهش گفتند، صحابه گفتند وقتی که شما میخوای نامه بنویسی به پادشاهان دنیا، اون پادشاهان بدون مهر کاغذ کسی را نمیخونن، میگوین این مطمئن نیست، شاید مال اون نباشد. این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود پس انگشتری یک مهری باید درست کنیم. چه مهر را درست میکند؟ از طلا درست میکند، ولی خدا میفرماید نه، دیگه طلا نه، در حالی که در قرآن نیومده. پس این ثابت میشود که وحی، که قرآن سنت هم وحی است. درست. و پروردگار با او وحی نموده که طلا حرام است. پس بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم مهری را درست کرد، انگشتری را درست کرد از نقره. فاتخذ الناس، مردم کلا اومدن این کار رو انجام دادن، از نقره یک انگشتری برای خود درست کردن. ابن عمر میفرماید فلبس الخاتم بعد النبی صلی الله علیه و سلم ابو بکر. میگه این انگشتر دیگه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابو بکر الصدیق اون انگشتر رسول الله را میپوشید. درست. ثم عمر ثم عثمان، سپس بعد از ابو بکر الصدیق عمر فاروق و بعد از عمر فاروق عثمان بن عفان این را میپوشید حتی وقع من عثمان فی بئر اریس، تا اینکه روزی امام عثمان بن عفان وارد چاهی بود، یک چاهی بود در داخل یک باغی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی وارد اون باغ میشد و در اونجا می نشست. یک باغی بود کنار بقیع. رفت داخل اون و اونجا بود که یک بار اونجا نشسته بود و ابو موسی اشعری اونجا بود و در صدای در چا بیرون اومد، دیدن که ابوبکر صدیق است. گفت ای رسول خدا، ابوبکر پشت در از اجازه هست بیا داخل؟ گفت بله، در رو برایش باز کن و مژده بهشت رو بهش بده. اونم اومد داخل. مدتی نشسته بودن، رسول الله نشسته بود روی چا و ابوبکر صدیق کنارش نشست و یک بار دیگه صدای در اومد، دیدن عمر بن خطاب پشت در است. گفت چه کسیه؟ گفت عمر است. گفت در بلاش رو باز کنم؟ گفت بله، بلاش باز کن و مژده بهشتم بهش بده. درست. بعداً یک مدت کوتاهی دوباره طول کشید، دوباره در صدای در زدن، دوباره ابو موسی اشعری رفت در رو باز کند، دید گفت چه کسی پشت در است؟ گفت عثمان بن عفان هستم. گفت خیلی خوب. رفت به رسول الله گفت عثمان پشت در است، در رو بلاش باز کنم؟ گفت باز کن بلاش و مژده بهشت بهش بده، اما و اینم بهش بگو که بلا و مصیبتی دامنگیر او خواهد شد. و همونجا اینو بهش گفت که واقعا همین شد که امام عثمان این شد. امام عثمان هم اومد اینجا، بالاخره وقتی که اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بود و امام ابوبکر و عمر و پاهایشون رو به سمت داخل چا دراز کرده بودند و رسول الله کمی از رام مبارکش بیرون بود. و محض این که عثمان وارد شد خودش رو جمع کرد و خودش رو پوشاند. گفتن این چرا این کارو میکنید؟ گفت عثمان کسی است که ملائکه از او شرم میکنه. من مگر نباید من شرم کنم از کسی که ملائکه از او شرم میکند؟ حالا این بود که امام عثمان هم یک بار دیگر اومد تو این چاه و همین
انگشتر دستش بود، اومد آوردش بیرون و همینجوری دست با آن بازی میکرد و اینجوری خودش رو با آن مشغول کرده بود. یک دفعه افتاد تو چاه. انگشتری که همون انگشتر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در دست او بود افتاد تو چاه. بعداً 3 روز کامل اونجا یعنی تلاش کردند و آبش را خالی کردند، متاسفانه پیدا نشد. دیگه بعد از 3 روز تمام رهایش کردند و علما میگویند سنت است بعد از 3 روز اگر پیدا نکردی دیگه تمام ولش کن، تا 3 روز میتونی دنبالش بگردی بر اساس سنت صحابه. و بحث ما اینجا روی این قضیه اهمیت صحابه به سنت رسول خدا بود صلی الله علیه وسلم. در ابتدا رسول الله که طلای که انگشتر طلا را میپوشد همه میپوشد، وقتی که میاندازد همه میاندازند، دیگه نمیگویند با او مناظره کنند و مباحثه کنند و چرا اینجوری شد و چرا اینجوری نشد. بعداً فرمود رسول الله پروردگار نهی فرموده از اینکه انگشتر طلا را بپوشید، این برای مردانه است. این بود که رسول الله صلی الله علیه و اینو فرمود. همه بالاخره انگشت طلای خود را انداختند دور و بعداً انگشتر نقره را که پوشیدن همه پوشید. و این دلیل است به توجه و اهمیت صحابه به سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. جناب دکتر این خیلی مهمه. اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتی بهشون دستور نداده که شما همین کارو بکنید. نه اصلا. وقتی صحابه دیدن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کاری انجام داده فوری تبعیت کردن، حتی بدون امر، بدون دستور دادن. این نشون میده که خیلی براشون مهم بوده خودشون رو شبیه پیامبر بکنن در رفتار، در گفتار، در نشست و برخاستشون. واقعا این قضیه خیلی خیلی اهمیت داره و ما هم باید همین گونه باشیم، سعی بکنیم در تمام حرکات و سکناتمون شبیه پیامبر بشیم. ما که نمیتونیم دقیقاً کاری که پیامبر کرده انجام بدیم یا کاری که صحابه کرده انجام بدیم، ولی باید صد دو و قارب و تلاش بکنیم خودمون رو نزدیک بکنیم به اون بزرگان تا مشمول رحمتی بشیم که اونها هم شامل شده بودن. جناب دکتر یک من برنامه میبینیم و خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز هم برمیگردیم. با ما باشید پس از دیدن یک من برنامه. خداوندا نگاهم کن چقدر دور از تو جا ماندم، همه اهل دلان رفتند من از یاران جدا ماندم. ز بس غرق گناه بودم به غفلت فرصتم کم شد، به خود چون آمدم دیدم مرا یک نقطه عالم شد. در آن یک نقطه جایی نیست برای زندگی کردن، تمام است فرصتم یا رب برای بندگی کردن، ولی هرگز نمی بازم امیدم را به این زودی، به امیدی که دریابی مرا از کام نابودی. هنوز هم روشن است شمع امیدم کنج این خانه، ز جام رستگاریم بنوشان یک دو پیمانه. خداوندا دلم دایم ز عشقت مست و لبریز است، چقدر عشقت خدای من بر این بنده دلانگیز است. نمیخواهم در این دنیا گرفتار گناه باشم، در آن دنیا به پیش تو خدایا رو سیه باشم.
مجال توبه میخواهم، خداوندا مجالم ده، برای بندگی کردن تو شوق و حس و حالم ده. سلام ای محمد که چشمه حیاتی، تو ساحل امیدی، تو کشتی نجاتی، چو باغ سبز ایمان پر از گل و سروری، پیام تو حقیقت، تو شهر علم و نوری. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله. غروب ظلم و جوری، بهار عدل و دادی، فروغ شبهای تار، نوید صبح شادی، تو گوهر یگانه ز گنج کردگاری، تو آخرین نشانه ز راه رستگاری. بر آسمان قلبم نشانده ام تا ابد، ستاره درخشان به یادت ای محمد. بر آسمان قلبم نشانده ام تا ابد، ستاره درخشان به یادت ای محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله. سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. واقعا سرود بسیار زیبایی هم بود، ارتباط داشت با موضوع برنامه هم. هزاران بار سلام و درود الله متعال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باد. جناب دکتر در مورد اهمیت سلف و بزرگان صحابه نسبت به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کردیم. یک نمونه بسیار زیبا و جالب آوردید که پیامبر اکرم کاری انجام دادن، همه صحابه این کار رو انجام دادن بدون اینکه بهشون دستور داده بشه. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از اون کار نهی شد از طرف الله متعال، دیگه صحابه همه بدون استثناء از اون کار دست برداشتن. یعنی نشون میده که چقدر پایبند بودن به سنت و روش و اصلا نشست و برخاست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. دوست داشتیم بیشتر در این مورد برامون صحبت بکنید. اگر مورد دیگری باشه خیلی جالب است انسان وقتی که یک مثال رو میبینه خودش رو جای اونا بذاره. اگه من بودم چیکار میکردم؟ این نشون میده که انسان چقدر میتونه پایبند به سنت پیامبر باشه، چقدر
از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکنه. صلی الله علیه و سلم. بله کاملا درسته. مطالب بسیار زیاده در این زمینه. باز هم نمونه دیگری که امام ابو سعید خدری رضای خدا بر او باد بیان میکند که میفرماید یک دفعه ما یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت نماز میخوند با یارانش، یعنی در مسجد بس با جماعت نماز میخوندن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دو تا نعل خودش، یعنی دمپایی های خودش، امروز اگر ما بیان کنیم دمپایی های خودش را از پایش یعنی دمپایی پوشیده بود داشت نماز میخوند در مسجد. و البته مسجد باید اینم یاد تذکر بدهیم که مسجد ریگ بوده، چیزی داخلش نبوده. قرار بر این نیست که ما الان با کفش وارد مساجدی بشیم که فرش در آن هست و بالاخره تمیز و نظافت، نه، این باید نظافت رعایت بشه. و حتی با اون وضعیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نظافت چی داشت مسجد، یعنی یک خانمی بود مرتب هر روز مسجد را نظافت میکرد، هر روز. یک روزی پیدا نبود رسول الله فرمود اون خانم کجاست؟ چرا نیومده؟ پیداش نیست. گفتن والله دیشب فوت کرد و ما او را دفن کردیم دیگه، شما را بالاخره گفتیم مزاحم نشیم و شب وقت دیر وقت بود ما دفنش کردیم. رسول الله فرمود کجاش؟ قبرش کجاست؟ قبرش رو با اون نشون دادن، رفت اونجا دوباره نماز جنازه بر سر اون خانم خوند. و این یکی از اون دلایلی است که خانم ها میتونن تو مسجد باشند. اینقدر مسائل این تشدید وجود ندارد، یعنی زنانی که حتی در مسائل اگر زنان مشکل یعنی در حالت ماهیانه هم بودن مانعی نیست، چون این زن بالاخره زن بوده و این مشکل قطعا این مسائل برای اونم مطرح بوده. حالا شاید کسی بگه آقا این زن یائسه‌ای بوده و این مشکل نداشته، ولی بعداً یه زن دیگری دختر کوچکی که مثلا ما در یک قبیله‌ای بود و او را متهم کرده بودن که این دزدی کرده، ولی پروردگار اون مشکل را یعنی دوباره این قضیه روشن شد که او بری از آن است به صورت یک حالت معجزه‌وار و یک کرامتی پروردگار برای اون دفاع از اون دختره. این چون یک چیزی بود، یک حلقه بود، یک گردنبندی بود مال یک بچه، یک کودکی که یک شاهین آن را ربوده بود. و این میگفتن تو اونو دزدیدی، اونم میگفت والله من نبودم، من هیچ خبری ازش ندارم. نه، گفتن تو بودی. یک دفعه خود اون پرنده اون را انداخت پایین جلوی چشم اونا، دیدن که مال اونا بود و به هر صورت اون خانم بعدن اونو از خودشون دور کردند و تو مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای یک خیمه زده بودن، شب و روز و لیل و نهار اونجا زندگی میکرد و میرفت پیش ام المؤمنین عایشه یک سرودی را همیشه یک شعری را میخوند. بعدن ام المؤمنین فرمود این شعر چی هست شما هر بار میخونین؟ گفت جریان را برایش تعریف کرد و این هم یک دلیل دیگر. به هر صورت منظور این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینکه کفش پوشیده و داخل مسجد نماز خونده، چون اون مسجد هیچی توش نبوده، فقط سنگ ریزه بوده و هیچ دیگری در داخل مسجد وجود نداشته. این دلیل بر این نیست کسی خیال کند که ما می توانیم الان با کفش وارد مسجد بشیم. نه این کار درستی نیست. اما میتونید تو بیابان با کفش نماز بخونید با این شرایطی که الان بیان میکنیم در این حدیث. ابو سعید فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت نماز میخوند و یک دفعه دمپایی هایی که با کفش و دمپایی داشت نماز میخوند و همه صحابه مثل او کرده بودن دیگه، کسی کفشاشو بیرون نیاورده بود، همه با هم دیدن رسول الله داره با کفش نماز میخونه و همینجوری خوندن. بعدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم کفشان خودش را بیرون آورد و همه را و جلوی یعنی سمت چپ خودش قرار داد، سمت چپش. وقتی که مردم اینو دیدن بلا فاصله همه صحابه کفشای خود را بیرون آوردن، از پا بیرون آوردند و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازش را تمام کرد فرمود ما حملکم علی القاء نعالکم، چه چیزی شما را وادار کرد که دمپای هایتان را بیرون بیاورید؟ درست. قالوا رأینا القیک، گفتن ای رسول خدا دیدیم شما دمپایه های خودتو بیرون آوردی و ما هم همین کارو کردیم.
رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم، اینم دیگه مشخص میکند که حدیث چی میفرماید. رسول الله میفرماید این جبریل صلی الله علیه و سلم. حالا شاید برای مطلب عجیب باشه بگی جبریل صلی الله علیه و سلم، هیچ مشکلی نیست. تعمل اینجوری فرمود. رسول الله فرمود جبریل صلی الله علیه و سلم اتانی فاخبرنی ان فیهما قذرا. میگه جبریل الان آمد به من خبر داد که این کفشان شما زیر کفشانت یک نجاستی زیرش هست. درست. او قال اذن. بعدا رسول الله فرمود اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر. اگر کسی از شما وارد آمد مسجد و کفشای خودش رو نگاه کند، کفشایش رو بالا بزند، کاملا زیر کفشانش رو نگاه کند، فإن رأى فيه في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما. اگر دید زیر کفشش نجاستی در آن وجود دارد، پای کفشش را بر روی زمین بمالد، چون خاک پاک کننده است، روی زمین بمالد و بعد از آن میتواند به آن نماز بخواند. پس نگاه کن، نکته این است، یعنی در خود این حدیث، حالا این مطلب تو قرآن که نیومده، جبریل آمده به رسول الله فرموده صلی الله علیه و سلم زیر کفشت نجس است، نجاستی روی آن است. رسول الله کفشایشو بدون آورده، بعدا فرموده من بدون آوردم من چون جبریل به من گفته. شما که از کجا میدونی کفشایتون زیر کفشتون نجس است؟ نمیبایستی. یعنی رسول الله فرمود چرا شما این کارو کردی؟ گفتن به خاطر اینکه شما کردی ما هم کردیم. و این میرساند تا چه حد صحابه اهمیت میدادن به سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خیلی بی ادبی است کسی بگوید سنت رسول الله ما کاری به سنت نداریم. خیلی بی تربیتی و خیلی بی ادبی است، یعنی نهایت ایسای ادب است. درست. همین فردی که همین حرف رو میزنه، اگر بچه خودش بگه خب پدرم هر چی میگه بگه به من چه؟ معاذ الله. خب این مرد خودش چه احساسی بهش دست میده؟ واقعا یعنی قبول نیست. خیلی وحشتناک چنین حرفی. یعنی کسی بگوید سنت دلیل نیست، حجت نیست، اهمیت ندارد، اصلا مثل این که دیگه پیامبر رو کنار گذاشته صلی الله علیه و سلم. دیگه پیامبر دیگه پس وجود پیامبر علیه الصلاة و السلام برای او هیچ معنی و مفهومی ندارد. درست. یعنی 23 سال پر خیر و برکت رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای این شخص دیگه اهمیتی نداره. هیچ، فقط برای این بوده این قرآن رو برای ما به دست ما بده، دوباره دیگه کاری نداریم. درست. این قرآن رو به ما بده و دیگه ما کاری باشه نداریم. نعوذ بالله. بعضی هم همینجوری گفتن. شنیدم که میگن پیامبر فقط مثل نعوذ بالله مثل یک پستچی بوده. معاذ الله. نامه ای رو آورده و خلاص رفته دیگه، خودش هیچ کاری نداره. معاذ الله معاذ الله معاذ الله. یعنی خب خدا میتونست مثل تورات، که تورات رو مثل الواح نوشته شده به موسی علیه السلام داد. بله. میشد قرآن رو همینجوری بده به مردم، بده مثلا به ابو جهل که دیگه ناراحت هم نشه. درست. واقعا به ابو جهل میداد دیگه این قرآن شما بهش عمل میکنید. میخوای عمل کنید، میخوای نکنید دیگه همینه. من کلام همین بوده، قرآن رو به شما بدهم. خیر. حالا نکته این است، اگر قرار فقط همین بود این کاری آسونی بود. قرآن بالاخره کاتبان وحی وجود داشتند و قرآن می نوشتند و دیگه نیازی نبود صحابه این ور و اون ور مسافرت کنند و پیش رسول خدا بیایند و صلی الله علیه و سلم مسافت طولانی طی کنند برای یک حدیث. الان ما ان شاء الله برسیم حدیثی هست که یک صحابه سوال میکنه در مورد یک زنی گرفته. اصلا مناسب از این حدیث را بیارم. من در خدمت بفرمایید. من این حدیث را بیان کنم، به نظر من خیلی مناسب تر است. یک صحابی با کسی ازدواج میکند. بله. با یک نفری ازدواج کرده. حالا بگوییم که عقبه ابن حارث ازدواج میکند با دختر ابی ایهاب. ابی ایهاب فرزند عزیز. میگه زنی میآید میگوید من هم شیر دادم به عقبه و هم با اون دخترم شیر دادم، به دوتایتون شیر دادم، الان شما خواهر و برادر هستید. از شیر بله. خواهر و برادر شیری هستید. درست. عقبه گفت من نمیدونم، خبر ندارم که شما به من شیری دادی، من خودم که نمیدونم و شما تا به حال به من چیزی نگفتی، چرا الان داری به من میگی؟ ما با هم ازدواج کردیم الان. درست. بدون توقف یلا حرکت میکند، خودش در مکه است، به سمت مدینه منوره.
سبحان الله. از رسول الله سوال کند صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. فركب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه فسأله. سوار می شود به سمت مدینه پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم، سوار می شود و از او سوال می کند. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف وقد قیل. فرمود ای رسول خدا، حالا من با یک زنی ازدواج کردم، با یک دختری، الان ما با هم هستیم، الان زنی پیدا شده میگه من هم به شما شیر دادم هم به اون دختره، حالا ما چیکار کنیم؟ گفت دیگه چیکار کنیم نداره، اگر چنین چیزی گفته شده باید شما بلافاصله جدا شوید. درست. این نکته خیلی مهم است. کسانی میگویند مثلا شهادت زن قابل قبول نیست، یک زن، اینجا یک زن بوده. درست. شهادت داده برای 2 نفر، در مورد 2 نفر، در مورد 2 نفر قبول شده. درست. و رسول خدا آن را پذیرفته صلی الله علیه حکم وسلم. قطعی هم صادر کرده. بله تمام دیگه باید جدا شود. ففارقها عقبة و نکحت زوجا غیره. و دیگه عقبه از این زن جدا شد و اون زن با یک کسی دیگری ازدواج کرد. درست. این نکته خیلی مهم است، خیلی مهم است. حالا دیگه این که میگوین مثلا در قرآن اومده که مثلا در مورد مسائل معاملات، این دیگه مسئله خطرناکی است و مسئولیت سنگینی است و یک زن نمیتونه در آن شهادت بده. اما در مسائلی که مربوط به خود زنان باشد یک زن کافی است. درست. در مسائل مربوط به خودشون، این که میگه من شیر به او دادم دیگه تمام، خودش حق خودش کافی است. درست. وقتی که زن متهم نباشه حرفش قابل. حتی اینجا میفرماید وقد قیل، فقط گفته شده باشه کافی است که شما دیگه جدا شوید. یعنی حتی در اینجا یک شبهه کوچکی هم باشد باید شما جدا. یعنی حتی اگر شبهه در مورد ازدواجی باشد که آیا این خواهر و برادر هستند، انسان نباید درست برای چنین کاری اقدام کند. درست. و این نکته هست، اگر قرار باشد سنت حجت نباشد و سنتی نیاز نباشد، دیگه چرا عقبه ابن عامر باید مسافت این همه مسافت؟ شما میدونید 15 روز طول میکشد تا کسی از مکه به مدینه برود. درست. 450 کیلومتر. 450 کیلومتر است اکنون. بله. برای ماشین که بخوای برید چقدر فایده؟ دقیقاً مثل این که از سنندج از کرمانشاه بخوای برید تهران. درست. اینقدر فاصله داره. و کسی که مثلا مسافه مثلا کرمانشاه یا سنندج به تهران برود چقدر مثلا طول میکشد؟ یعنی بخواد با شتر، دیگه بهترین وسیله‌ای که داشتن شتر بوده حرکت کند. بله 15 روز کامل طول میکشید تا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رفتن به حج اونقدر فاصله طول میکشید تا اونجا برسیدن. 15 روز. پس این آقا فقط برای این سوال 15 روز فاصله حرکت کرده تا این سوال از رسول الله بپرسد. درست. نتیجهش هم هرچی بوده قبول کرده با جان و دل. پیامبرم هیچ آیه قرآنی براش نخونده اونجا. نه اصلا. تمام، فقط همین گفته کیف وقد قیل بس. درست. 3 کلمه. تنها کیف وقد قیل بس. این 3 تا کلمه گفته. چگونه در حالی که گفته شده؟ چگونه یعنی چی؟ چگونه چی؟ یعنی چگونه چنین ازدواجی را ادامه میدهی؟ درست. تمام جدا شد. یعنی هیچ بحثی ندارد، خیلی راحت اونم قبول کردند و رفتند. حالا موارد بیشتری وجود دارد. امام فرصت هست که؟ بله 10 دقیقه فرصت. 10 دقیقه فرصت هست. یک حدیث دیگری میخونم، مطالب خیلی زیاد است، یعنی یکی دو تا نیست. واقعا خیلی مهمن. تمام اینها به ما نشون میده که چقدر صحابه به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اهمیت دادن و چقدر هم تبعیت کردن. واقعا. حالا دیگه این نکته خیلی مهم است، خیلی. یعنی حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون زن نگفته سوال کن ببین چند بار این کار انجام داده، چند بار نبوده، هیچ. درسته. این را سوال نپرسیده، گفته تمام، فقط گفته شده تمام. شبهه‌ای وجود دارد رهایش کن. درست. حالا کسی شاید بگوید پس اگر ما کسی شیر به کسی داده ولی یک بار بوده چیکار کنیم؟ میگیم رسول الله فرموده لا تحرم المصة ولا المصتان. میگه یک بار و یک مکش و 2 مکش اشکال ندارد. درسته. ولی بیشتر از اون باشه دیگه انسان باید هوشیار باشه. در حدیث فرموده 5 بار. در قرآن نازل شده قبلا آیه از قرآن بوده 10 بار. بعداً فنسخنا ب5 رضعات معلومات. نسخ شده به 5 بار که 5 بار اگر کسی شیر کسی را خورد، یعنی یک
بچه شیر زنی را خورد. حالا مثلا مردم متوجه نیستن، خیلی از مردم مخصوصا تو مناطق خودمون بلد نیستن، میگه آقا این بچه شیر این دختر رو خورده. نه بابا، شیر دختر نخورده، شیر مادر دختر رو خورده. میگه آقا این شیر این دختر رو خورده. بابا شیر مادرش رو خورده. درسته سهم دختر بوده ولی شیر مادرش بوده. شیر مادرش رو خورده. دیگه ما کار با دختر نداریم در اینجا. دیگه چون این کسی که شیر یک زنی را میخورد، تمام این فرد ملحق میشه با اون خانواده، تمام شد و رفت. دیگه کاری به بقیه برادران این نداریم. یعنی این کسی که مثلا یک خانم مرده، اون فرد خودش میشود فرزند اون خانم. بله. فرزند اون خانم شوهر خانم میشه، در این آقا اون خانم میشه، داعی این آقا اون خانم میشه، خاله این آقا، این فرد بالاخره فرزندانش میشوند خواهر و برادرش. به همین صورت تمام. یعنی از نسب چه چیزی مانند نسب میشود، تمام شد. ولی این فرد تنها خودش، بله این فرد نه بقیه خانواده خودش را با خود نمیکشد اونجا، فقط خودش به اینجا به اینها ملحق شده بس. اما مثلا برادر دیگرش مانعی ندارد. پس در نتیجه مثلا مردم متوجه نیستن، میگن آقا همه تمام بچه های بالاتر از این نه پایین تر از این حرام میشن ولی بزرگتران نه دیگه. نه، این حرفا وجود نداره، هیچ ربطی نداره به این قضایا. میخواستم این نکته دوباره یادآور شوم، چون بسیاری از مردم اینو نمیفهمند. یعنی بسیاری از کسانی که علوم شرعی نخوندن این نمیفهمند. اینا یکی از مسائلی است که مهم است، فهم آن خیلی مهم و خیلی دقیق و ریز است. درسته. بله. مطلب دیگری که خواستم عرض کنم، مثلا امام عمر بن خطاب خونه داشت، یعنی خونه امام عمر مقداری با مسجد النبی، با مسجد الله داشت در منطقه همون ساقی مونده. در منوره شما بالاخره اونجا بودی، بیشتر بهتر میدونی که منم یکی دوبار اومدم ولی من دیگه میدونم، عوالی را دیدم اونجا هم، که در منطقه عوالی الحمدلله اونجا بود و تا مسجد النبی زیادی بود و اصلا جا دیگه عالی بوده، مثل بیابان حرکت میکنی، دره بوده، درخت بوده، رودخونه بوده. بله دیگه اینجا همش پر از بالاخره خانه هست و کلا اسفالت و همه چیزا. بله. همین الان هم میخواید پیاده بری به سمت عوالی حداقل 20 دقیقه طول میکشه. بله خیلی زیاد بوده دیگه، با اون یعنی مدت یعنی فاصله کمی نبوده. امام عمر بن خطاب میفرماید منو یک همسایه داشتم، همسایه انصاری، قبیله فرزند که اون هم در یعنی اون قبیله در منطقه عوالی مدینه بود و ما وقتی که اون چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکند دوست داشتیم هیچ چی از دستمون نره. بالاخره حالا میگه به صورت نوبتی میگفتم آقا شما روزی میری پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم، هر چی شنیدی برای من نقل میکنید، روزی هم من میرم. یعنی روز در میان یکی روزی این میره روزی اون میره. درسته. بعدا میفرماید و كنا نتناوب النزول على رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگه ما همچنین به صورت نوبتی پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزی اون میره. وقتی که مگه من میرفتم اونجا، اون روز هر چی وحی نازل شده بود و رسول الله برای صلی الله علیه و سلم برای صحابه بیان کرده بود و برای ما گفته بود، برای دوستم بیان میکردم. به این میگن دوستی واقعا. واقعا این است که یعنی برای طلب علم شرعی و برای طلب سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنچنان توجه کردن یعنی صحابه. بعدا میفرماید تا اینکه برای دوست من، دوست انصاریم، در نوبت خودش رفت. بعدا وقتی که دیدم برگشت خیلی شدید و در خونه منو کوبید، ضرب بابی ضربا شدیدا، خیلی محکم.
گفت آیا عمر خونه هست؟ میگه منم ترسیدم و بله. فرمود امروز چیز بزرگی روی داده، یعنی حادثه بزرگی امروز اتفاق افتاده در خانواده رسول خدا صلی الله علیه وسلم. میگه منم گفتم سریع رفتم و پیش حفصه گفتم، حفصه دخترش ام المؤمنین، دید ام المؤمنین حفصه داره گریه میکند. میگه منم بلا فاصله گفتم رسول الله شما را طلاق داده؟ چرا گریه میکنی؟ اونم گفت لا ادری، نمیدونم طلاقمون داده یا نداده، ولی به هر صورت چیز اتفاقی افتاده. میگه منم رفتم پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم، گفتم در حالی که ایستاده بودم گفتم اطلقت نساءک، آیا زنان تو طلاق دادی؟ فقال لا. میگه گفت نخیر. فقلت الله اکبر. میگه منم الله اکبر و گفتم الحمدلله که طلاق نداده. بله این نکته، حالا این مطلب خودش یک حدیث طولانی و مفصل و خیلی قشنگی است که در واقع جایگاه امهات المؤمنین هم در اینجا مشخص می شود که اتفاقی افتاده در بین همسران و رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم می خورد که تا یک ماه با آنان نزدیک نشود و بالاخره چیزی که بعدا در مطالب دیگر در جاهای دیگر این مطلب را به تفصیل بیان نموده ایم. فقط این قسمتش الان یعنی مورد نظر ماست در اینجا که صحابه اینقدر برایشون مهم بوده و اهمیت میدادن به سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم که اگر روزی نمیتونستن خودشون حاضر باشن کسی را میفرستادن. سوال میکردن که امروز رسول الله چی فرموده، خبر امروز چی هست، برای ما نقل کنید. مثل امروز نبوده که مردم براشون مهم نیست توی مساجد چی میگذره، اصلا یه روز جمعه میره نمازشو میخونه، در وقت خطبه میخوابه، برمیگرده خونه چیزی نفهمیده. درست. دیگه سوال نمیکنه امام مسعود امروز چی میگفت، درسته، فلان حدیث رو گفت، اون قضیه چجوریه، چطوری آدم باید این رو فهم بکنه، اگر فلان مسئله پیش اومد چیکار باید بکنه. کسی سوالا رو نمیکنه، میره نماز میخونه، برمیگرده میاد خونه. یعنی قضیه براش اهمیت نداره. احادیث رسول الله افتاده کنار ما وجود دارد، تمام احادیث. حتی اونایی که طالب علم هم هستن خیلی با آن نمیتونن، رسیدگی نمیکنن و توجه زیادی آنچنان که باید نمیکنن. آنچنان یعنی الان مثلا بسیاری از حتی طالبان علم ممکنه کتاب صحیح بخاری تو خونه هست، صحیح مسلم هست، ولی آنچنان که باید و شاید نخوندش بسیاری از مردم، مگر کسی خداوند متعال با او لطف کرده باشد و لطف خدا شامل او شده باشد و بتواند از آن استفاده کند. اونام خیلی زیاد نیستن، افراد خیلی کمی هستن. میگه همین که یک باری میگوید یکی از دوستان کتاب امام شافعی را در نمایشگاه تهران دیده بود، خریده بود، گفته بود الحمدلله بالاخره کتابو دیدم. به لطف خدا قبل از مرگم خودم نمردم کتاب امام شافعی را دیدم. یعنی در واقع به قول کاغ ناصر سبحانی رحمه الله که به دست اون طاغوت ایران اعدام شد و شهید شد، به مردم میگفت، بسیاری از مردم میگه شما امام شافعی هم مانند رستم زال میشناسید. مانند رستم زال، یعنی میگه آقا کسی بوده، کسی اسم شافعی بوده، دیگه نمیدونید امام شافعی چی فرموده. یعنی کمتر کسی یافت میشود که مثلا امام شافعی را خونده باشد. کتاب امام شافعی الام است، کمتر کسی هست اینو خونده باشد، کمتر کسی هست از رسالهش رو خونده باشد. حالا میگه شما میگی ما شافعی مذهب هستیم، ولی متاسفانه آنچنان که شاید و بایدش نیستید. اصل کار این است، ما هم اگر کسی ادعا میکند من اهل سنت هستم، باید ما سعی کنیم طلب علم شرعی کنیم، مثل طلب قرآن کنیم، قرآن را یاد بگیریم، فرا بگیریم، سنت را یاد بگیریم. و اون اهمیت که صحابه برای یک حدیث باید یک ماه فاصله راهپیمایی میکردن. حالا اون اتفاق افتاده مثلا در یک فاصله یک ماهی اینجوری بوده. حالا من مطالب دیگری بود که هفته قبل میخواستم بیان کنم. آقا تمام دنیا را دور زده برای یک حدیث. تمام دنیای اون روز را دور میزند، میره مصر،
میره بصره، میره کوفه، میره آبادان، میره تمام اون نقاط را میگرده، میگه آقا این حدیث از کجا آوردین؟ احادیث در مورد فضائل این سوره های قرآن. میگه والا تا میره آبادان، همون آبادان امروزی که امروز میگیم آبادان، اونجا میگه والا یک شیخ ثقه این حدیث رو نقل کرده، میگه این شیخ والا من از این شیخی شنیدم تو این خونه است، بری دور خونه نگاه کن. میره اونجا جماعتی مجموعه از متصوفه اونجا جمع شدن و شیخشون میگه شیخ عزیز این حدیث را از که شنیدی شما؟ گفت والا از کسی نشنیدم، من خودم اینا درست کردم این حدیث را. گفتم دیدم مردم خیلی توجه نمیکنن به قرآن و اینا حدیث را نوشتم برای فضائل قرآن و اینا، گفتم این حدیث مردم به قرآن روی بیاورن. نیت خیلی داشته ولی کار غلطی کرده. درست. جناب دکتر وقت برنامه پایان رسید، اگر در پایان سخنی دارید کوتاه بفرمایید. نه دیگه، پس دیگه هیچی باقی نمیمونه که بالاخره جز اینکه از خداوند متعال میخواهم همه ما را توفیق دهد که بتوانیم از این گنجینه بسیار با ارزش رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهره مند شویم و از آن استفاده کنیم. درست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم. جناب دکتر خیلی ازت تشکر میکنیم و از بینندگان عزیزم تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن. واقعا همونطور که دکتر فرمودن گنجینه جلوی ما ریخته، هر کی میره با بیل و کلنگ خودش با وسایل خودش میره از این گنجینه برمیداره. حالا بعضی هستن به یک دانه کوچک اکتفا میکنن و بعضی هم گونی خودشون رو پر میکنن و کوله باری از گنج و معرفت و حکمت با خودشون میبرن. تا دیدار دیگر و تا برنامه دیگر شما بزرگواران رو به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.